سلام به همگی، به چنل دانستنی آب خوش آمدید. دوستان، امروز میخوام درباره زندگی محمد رضا علی مردانی حرف بزنیم که خیلیاتون نمیدونید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، لایک یادتون نره و چنل دانستنی آب هم سابسکرایب داشته باشید. خب بریم سراغ ویدیو. آقایز، میدونستی محمد رضا علی مردانی دوبله درین و کلی صدای بحال میتونه در بیاره؟ او تا 14 سالگی مبتلا به بیماری بوده که تاره صوتی مشکل داشته و به زور میتونسته حرف بزنه. اون موقع دکترها ازش خط امید کرده بودن، همه صدای محمد رضا نارنج میشدن و همکلاسی‌ها مسخره‌اش میکردن. تا اینکه محمد رضا با خواندن سرگذشت یک قاره مصری که دقیقاً همین مشکل رو داشت، راه درمون رو پیدا میکنه. بعد از 6 ماه تلاش و تمرین صداش رو درست میکنه. همین باعث میشه بتونه رو صداش کار کنه و الان تقریبا هر صدایی که شما بخواید ایشون میتونه در بیاره. چی میگه؟ محمد رضا بعد به دنبال علاقه که تئاتر بوده میره پیش سید جواد هاشمی که اون موقع هنوز استخدام میرفته، آموزش‌ها رو میبینه، بازیگر میشه. ولی بعد همه متوجه صدای خاصش میشن، پاش به گویندگی و دوبلاری باز میشه. معروفترین بازی تو سریال پایتخت بود که به خوبی تونه لهجه مازنی رو در بیاره. حالا مجری شبای مافیا برنامه چلتیکی است و تو جوکر هم حضور داشته. ماشاءالله همه جا هست. اون دو دوران دانشجویی با همسرش آشنا میشه. الان یه دختر 8 ساله داره. حالا شما بگی نظرتون راجع به محمد رضا و کارهاش چیه؟ لایک یادتون نره.